هنوزم نمیتونی تشخیص بدی که توی تابلوت از نگین‌های کریستالی اصل استفاده شده یا از نگین‌های پلاستیکی. بیا اینجا تا خودم راه تشخیصش نگین‌های بهت کریستالی اصل پشتشون از جیوه هست، در صورتی که نگین‌های پلاستیکی پشتشون با رنگ کاور شده. اما یکی از مهمترین نشانه‌های تشخیص نگین پلاستیکی از کریستال دادن حرارت به اونه. اما همونطور که میتونین ببینین نگین پلاستیکی در صورتی که کوچکترین تماسی با حرارت داشته باشه آتیش میگیره و سریعا ذوب میشه، در صورتی که در نگین‌های کریستالی به هیچ عنوان این شکل نیست. یه روش آسان‌تر دیگه هم وجود داره که من توی کپشن براتون نوشتم. یکی از پرمصرف‌ترین متریال دیگه‌ای که تو برجسته‌سازی اکسسوری‌های عروس و داماد استفاده میشه و تأثیر چشمگیری در قیمت تابلوی شما داره رو توی پست بعدی بهتون آموزش میدم.